پیاز 100 برابر قوی تر از بوتاکسه برای چین و چروک پوستتون. بله درست شنیدی. یه ترفند خیلی ساده خانگی با آب پیاز که خاصیت جوانسازی و از بین برندگی چین و چروک برای پوست داره. این ترفند توی چین زیاد استفاده میشه و به عنوان یه ترفند مخفی برای خانوم ها شناخته میشه. برای اینکه گمش نکنی این ویدیو رو لایکش کن، سیوش کن و بفرست برای اونی که عاشق ترفندهای خونگیه. کافیه که یک عدد پیاز درشت رو خوب رنده کنی، آبش رو جدا کنی. به آب پیاز یه قاشق غذاخوری پر نشاسته ذرت اضافه کن و بذار روی اجاق گاز. شروع کن به هم زدن تا یه بافت کرمی و خامه‌ای بهت بده. از این بافت کرمی یه قاشق غذاخوری جدا کن و به این قاشق غذاخوری جدا شده یه قاشق چایخوری عسل و یه قاشق چایخوری ژل آلوئه ورا اضافه کن. این کرم خانگی رو میتونی تو هفته 3 بار ازش استفاده بکنی و بعد 10 دقیقه یا 1 ربع اول با آب ولرم و بعد با آب خنک بشوری. امتحانش کن و نظرتو با هم داخل کامنت ها بذار. ولی قبل از اینکه امتحانش کنی حتما نکاتی که توی کپشن برات نوشتم رو مطالعه کن. اگر که دچار لک‌های مقاوم به درمان پوستی هستی یا دچار تیرگی‌های شدید پوستی هستی، اول یه سر به پستای داخل پیجمون بزن و بعد هایلایت رضایت لک رو ببین.